جوانان سعادتمند و سربلند کشور، صاحبان فردای وطن، همه شما را به افتخار روز جوانان که هر سال سنه 23 می در کشور صاحب استقلال ما تجلیل می گردد صمیمانه تبریک می گویم. با هر یکی شما پیش از همه سلامتی و خوشبختی و در جاده مقدس وطنسازی و وطنداری عزم و اراده قوی آرزو می نمایم. ما جوانان را برای رسیدن به هدفهای سازنده و به آینده نگرانیده شده دولت و حکومت مملکت قوه بزرگ می دانیم. پس به همین خاطر با هنوز از آغاز دوران صاحب استقلالی تمام امکانیت‌های ضروری را برای تعلیم و تربیت جوانان و تشکل ذهنی و جسمانی آنها فراهم آوردیم و این روند را با مرام ادامه داده ایستاده‌ایم. در رابطه با این می‌خواهم یک مسئله مهم را تاکید نمایم. حمایه استقلال و آزادی تاجیکستان و تحکیم پایه‌های دولتداری ملی که از جمله نخستین و بزرگترین هدف‌های سیاسی ما می باشد. امروز و در آینده نیز از فعالیت وطن دوستانه جوانان وابستگی به واسطه دارد. با قناعتمندی و افتخار ابراز می دارم که جوانان با ننگ و ناموس تاجیک در دشوارترین شرایط و لحظه ها برای حفظ استقلال دولتی، برقرار سازی حاکمیت کنستانی، تامین نمودن صلح و ثبات و وحدت ملی سهم بزرگ داشتند. امروزها نیز جوانان دلیر و وطن دوست تاجیک به خاطر حفظ امنیت دولت و جامعه، ثبات و آرامی، تحکیم اقتدار مدافعوی مملکت و حمایه زندگی آسوده مردم تاجیک در صفهای قوه‌های مسلح و مقامات حفظ حقوق کشور صادقانه خدمت کرده ایستادند. جوانان ما امروزها در تمام شاخه‌های حیات دولت و جامعه علم و معارف، تندرستی و فرهنگ، آموختن و استفاده تکنیک و تکنولوژی های پیشرفته، صاحبکاری و صناعت، کشاورزی و انرژتیکا و خدمت دولتی فعالیت نظررس دارند. سعی و تلاش آنها همچنین برای رشد ورزش همچون عامل مهمترین پیشبرد طرز حیات سالم و در عرصه بین المللی به طور شایسته معرفی کردن تاجیکستان عزیزمان قابل تحسین می باشد. حکومت مملکت برای حل مسئله های وابسته به تربیت، تحصیل، کار و فعالیت و استراحت و فراغت جوانان، یعنی فراهم آوردن شرایط زندگی شایسته برای آنها، تمام اقدامات ضروری را عملی گردانیده ایستاده است.
از جمله توسط قبول و عملی نمودن قانونها در سمت کار با جوانان و ورزش، تطبیق ثمرناک استراتژی سیاست دولتی جوانان برای دوره تا سال 2030 و برنامه‌های دولتی در سمت کار با جوانان و ورزش، زمینه‌های تشکیلی و حقوقی رشد ساحه فراهم گردیدند. تأسیس شورای ملی کار با جوانان در نزد پرزیدنت مملکت، شورای رشد تربیت جسمانی و ورزش بنیاد و به استفاده دادن مرکزهای جوانان در شهر نایه‌های مملکت، بنیاد هزارها مؤسسه تعلیمی به طلبات زمان معاصر جوابگو و ده‌ها هزار انشاءات مجهز و زمانوی ورزش از جمله همین اقدامات به حساب می روند. طوری که قبلا نیز گفته بودم، با مقصد فراهم آوردن شرایط هرچی بهتر برای تعلیم و تربیت نورسان و جوانان، حالا در ساحه معارف کشور 11 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی به مبلغ 4.6 میلیارد سامانی تطبیق شده ایستاده است. طی سالهای صاحب استقلالی در کشور 3670 مؤسسه نوی تحصیلات میانه عمومی، 262 مؤسسه تا مکتبی و 35 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی ساخته به استفاده داده شد. سال 1991 در کشور همگی 13 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی با 69,000 دانشجو فعالیت میکرد. حالا شماره این مؤسسه ها به 48 و دانشجویان آنها به زیاده از 214,000 نفر رسیده است. امروز در کشور 153 لیسه کسب‌های تکنیکی، کالج ها و کورس های کوتاه مدتی کسب آموزی با 141,000 خواننده و دانشجو فعالیت دارد. علاوه بر این، در زمان صاحب استقلالی بیش از 117,000 جوانان با استعداد مملکت برای تحصیل و دانشگاه‌های با نفوذ 42 کشور پیشرفته جهان فرستاده شدند. امروز 42,400 نفر جوانان با استعداد ما در بهترین مؤسسه‌های تحصیلات عالی 42 دولت پیشرفته جهان تحصیل علم دارند. همه اقدامات ذکر شده دستگیری و همکاری دولت و حکومت تاجیکستان به خاطر صاحب علم و دانش‌های معاصر و کسب و هنرهای زمانوی گردانیدن جوانان کشور می باشد. سیاست جوانگردانی کادرهای خدمت دولتی، تأسیس کواتا و استیپندیاهای پرزیدنتی، جایزه دولتی به نام اسماعیل سامانی برای عالمان جوان، آزمون‌های جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. تاجیکستان وطن عزیز من، علم، فروغ معرفت و چاره‌بینی‌های دیگر همه گواه غمخواری و توجه دائمی دولت
و حکومت مملکت و نورسان و جوانان نسل آینده سازی جامعه می باشد. باعث قناعتمندی و افتخار است که جوانان ما با درک مسئولیت سیاسی و اجتماعی خود در نزد دولت و جامعه برای پیشرفت و آبادی وطن خود با احساس گرم وطن دوستی و با اتحاد و سرجمعی زحمت میکشند. با مقصد رشد علم‌های دقیق، گسترش تفکر نوآوری و استفاده وسیع تکنولوژی‌های معاصر، ما سالهای 2020-2040 را سالهای آموزش و رشد علم‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی، سالهای 2025-2030 را سالهای رشد اینوواسیا و اقتصادی رقمی اعلان نمودیم. در این روند از جوانان سازنده وطن امید داریم که با آموختن علم و دانش‌های معاصر در نوبت اول علم‌های دقیق و ریاضی، ایجادکاری و اختراعکاری، جهانبینی وسیع و تشبثکاری در عملی ساختن این هدف نیز سهمی ارزنده می‌گذارند. جوانان ما که در فضای استقلال و آزادی، صلح و ثبات و وحدت ملی کمال یافتند، باید تاجیکستان صاحب استقلال و دستاوردهای آن را چون نعمت بزرگترین ملت تاجیک حفظ کرده با کار و عمل سازنده خود وطن محبوب خویش را باز هم آباد و پیشرفته گردانند. وضع بسیار ناآرام و بی‌ثبات جهانی معاصر از جمله برخورد تمدن‌ها پیش از همه به ذهن و شعور و مفکوره نورسان و جوانان تأثیر منفی می‌رساند. در چنین مرحله و شرایط حساس شما فرزندان تاجیکستان صاحب اختیار باید همیشه هوشیار و زیرک باشید. زبان، تاریخ، فرهنگ، رسم و آیین‌ها و دیگر ارزش‌های ملی را دائم گرامی دارید. هرگز به بیگانه پرستی راه ندهید و در خاطر داشته باشید که در حمایه منفعت‌های ملت تاجیک و دولت تاجیکان هر یکی شما نیز مسئولیت دارید. شما جوانان عزیز که سازندگان فردای درخشان تاجیکستان و ستون با اعتماد دولت و ملت هستید، حس بلند ملی داشته باشید. وطن محبوب خود را صدقاً دوست دارید. آن را صادقانه حفظ نمایید و افتخار نمایید که فرزندان یکی از ملت‌های باستانی و صاحب فرهنگ و تمدن سازی دنیا هستید. من با عقل و ذکاوت، خودآگاهی و خودشناسی، دلیری و شجاعت، غیرت و متانت و نیروی ذهنی و جسمانی شما فرزندان دوران استقلال تاجیکستان اعتمادی کامل دارم. باور دارم که شما عنعنه‌های وطن دوستی و وطنداری
و سازندگی و بنیادکاری خلقمان را ادامه بخشیده تاجیکستان عزیزمان را آباد و پیشرفته می‌گردانید و آبروی آن را در عرصه بین المللی باز هم بلند می‌بردارید. بار دیگر همه شما جوانان و نورسان کشور را به افتخار روز جوانان صمیمانه تبریک گفته به هر یکی شما تندرستی، اقبال نیک و در کار و فعالیت سازنده اتان به خاطر پیشرفت وطن عزیزمان برار و کامیابی ها آرزو می نمایم. روز جوانان مبارک باشد فرزندان خوش اقبال وطن.